سخن می‌راند شاید در این مورد به حقیقت نزدیک باشد، لیکن در موردی که در خصوص چیزهای مادی، کشف قانون‌های طبیعت سخن می‌رود، البته با راه فقط وحی شهودی تنها اینها کشف کرده نمی‌شود. در این مورد البته علم‌های فلسفی و علم‌های طبیعت شناسی باید که موقعی خاصه داشته باشند. برنامه جشن چگونه است؟ برنامه جشن در اکادمیا محاکمه شده بود، طرح ریزی شده بود. یک کنفرانسی بین المللی در نظر داشته شده است که باید در ماه اکتبر برگزار شود با اشتراک نمایندگان مملکت‌های شرق و غرب و البته خود تاجیکستان. دوم همین که تصمیم گرفته شده است که یک عده آثار غزالی به چاپ رسانده شود. در دوام این یک مدت کوتاه البته آثار زیادی غزالی به چاپ رسانده شده نمیتواند، چون که آثار غزالی نهایت زیاد است. بعضی‌ها تا 400 اثر به وی نسبت میدهند، لیکن خودش اصلا گفتگی که من در علوم دینی 72 اثر نوشتم. این گفتی خود غزالی است، لیکن محقق‌ها حساب کتاب کردن، روی خط کردن، فهرست آثار غزالی رو ترتیب دادن تا 400 اثر گفتن. این چیزهای البته همش چاپ کرده نمیشود، لیکن اثرهای مهم غزالی در نظر است که چاپ شوند. پیش از همه در نظر است که همین کیمیای سعادت چاپ شود، چون که به فارسی خودش نوشته است، به زبان بسیار روان فصیح فارسی نوشته شده است و اگر دسترس شود برای خوبتر آموختن همین سبک علمی و نسل همون زمان اهمیت بسیار مهم دارد و تحول نسل فارسی از زمان سامانی ها تا زمان وی خوب نشان داده میتواند. و در نظر است که احیاء علوم چاپ شود، لیکن در سالهای آینده. احیاء علوم چقدر گفتم از 40 کتاب عبارت است. در 4 جلد بزرگ ترجمه فارسیش چاپ شدگی است، ترجمه‌ای که در اصل 11 انجام داده شده است یا در اصل 12. این در نظر است که این چاپ شود. در نظر است که یک مجموعه شود که آثار فلسفی غزالی را در بر گیرد، مثلا مقاصد الفلاسفه، توافت الفلاسفه، معیار العلوم، المنقذ من الضلال و این اثرهای باید در بر بگیرد. عقیده منطقش چی استاد؟ معیار العلوم که گفتم همون معیار العلوم عاید به منطق است و در نظر است که یک مجموعه دیگر هم به چاپ رسد به زبان روسی که همین اثرهای مهمی فلسفی غزالی رو در بر میگیرد. حاضر در نوبت اول همین چیزها در برنامه باریدن. سوم چیزی که در نظر داشته شده است انجام دادن تحقیقات درباره خود غزالی. لازم است که در هر یک ساحه فعالیت غزالی اثرهای جدی تحقیقاتی در آینده نوشته شوند. هم در مسئله کلام، هم در مسئله فقه، هم در مسئله کلام، هم در مسئله فقه، هم در مسئله فلسفه، هم در مسئله فلسفه عملی یعنی اخلاق، هم درباره سیاست. گومانیزمش استاد بلند نیست. گومانیزم غزالی در سطح بسیار بلند است، هرچند که گومانیزم در پایه دینی درست میکند، لیکن در بسیار پایه بلند است برای اون که به منفعت دستگیری عامه رعیتی کشور روانه کرده شده است. من در اون چیزی که پیش گفتم بعضی اشاره ها کردم، اهمیت عقیده های اجتماعی غزالی رو مختصر بیان کردم. البته اگر برنامه مخصوص شود و این مسئله مخصوص بررسی شود خوب می شود. تماشابینان محترم، برنامه ما به انجام رسیده ایستاده است. با استاد اکادمیک موسی دینارشف یک جهان تشکر میگوییم که وقتی قیمت خودشان را دریغ نداشته به برنامه جهانی اندیشه تشریف آوردند. ما در برنامه‌های آینده بسیار مسئله های امام غزالی را به شما شرح رو بررسی میکنیم. عاید غزالی و کلام، غزالی و فقه، غزالی و تصوف، غزالی و
فلسفه غزالی و عقیده های اخلاقی غزالی، عقیده های اجتماعی غزالی، عقیده های گومانیستی امام ابو حامد محمد غزالی را برای شما بررسی میکنیم. تماشابینان محترم، تا برنامه آینده شاد و خرم باشید.